با درودی به گرمی و زیبایی قلب‌های شما نازنینان در سراسر دنیا. من دکتر میترا زکریایی هستم و امروز روز سه‌شنبه 26 آگوست 2025 سال داره به پایان میرسه. چقدر سریع، مثل هر سال. و ساعت 4 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا شما این برنامه رو به صورت زنده تماشا میکنید. بازپخش این برنامه فردا ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران در ایران، یا اگه اینجا میخواین نگاه کنیم باید به وقت ایران باشه، و روز یک شنبه ساعت 6 بعد از ظهر دوباره به وقت کالیفرنیا در خدمتتون هستیم. ساعت 6 بعد از ظهر یک شنبه برنامه زنده نیست، یعنی اگر شما به شماره 818 که الان باز البته زیر نوشته نیست هنوز میاد زنگ بزنید، کسی جواب نمیده، باید به 415 زنگ بزنید. این برنامه رو شما فردا میتونید توی یوتیوب تلویزیون پارس، یوتیوب خودم زیر نام میترا هلت تیوی چنل و فیسبوک من تماشا کنید. سوالاتون رو میتونید به من تکست بکنید یا زنگ بزنید یا تو واتساپ با من تماس بگیرید. واتساپ بسیار راحته برای کسایی که خارج از آمریکا و کانادا هستن. همیشه جواب میدم. مسیج هم بذارید، بلافاصله تلفنتون رو برمیگردونم، یعنی در اسرع وقت که بتونم. سوال زیاد بود. یکی از سوالای مهم این بود که چه وقتی ما بهترین زمانی که شام بخوریم. البته اینی که میگم در مورد دوستان عزیز که در ایران زندگی میکنن صدق نمیکنه، چون ایران زمان مهمونی از ساعت 8-9 شب شروع میشه، ساعت 12 شب شام گذاشته میشه. اکثرا تو خونه هام شامو خیلی دیر میخورن به نسبت، ولی در کل هر وقتی که میخواین بخوابین حداقل 3 ساعت قبلش اینطوری راحت‌تره که شامو میل بکنید. حالا چرا؟ دلایل خیلی زیاده. 1 جلوی چاقی رو میگیره. 2 برای کسایی که بیماری قند دارن، قند خونشون بالاست، کمک بزرگی اگه زودتر خوردن رو قبل از اینکه بخوابیم استاپ بکنیم. 3 در شب میتوکندریای بدن ما ترمیم میشن. مهمتر از همه یه سیستمی تو بدن هست به نام گلایم فاتیک ها چیکار میکنن؟ کاری که میکنن مواد زائد درون مغز رو تمیز میکنن و اینا تمام مواد زائد متابولیکی که در روز هست جمع میشه و اینا کارشون رو اکثرا در شب انجام میدن و هم در کنار مایع نخاعی میان مغز رو پاک سازی میکنن. و اگه ما غذا زیاد خورده باشیم، طبق معمول هیچ وقت یادم نمیره وقتی که ما دانشجو بودیم، استاد ریاضیمون که معمولا استادای خیلی باهوشی هم هستن، امتحانا و تستای مهم ما رو میذاشتن سر 112. ما میخوایم بریم نهار بخوریم، میگن ها وقتی که شکم گرسنه باشه مغز بهتر کار میکنه. دقیقاً حرفشونو الان من مثال آوردم، دقیقاً درست گفتن. اگر شب ما غذا زیاد خورده باشیم، مغز که میخواد کاراشو انجام بده، مغز میخواد بازسازی بشه، میخواد تمیز بشه، میتوکندریای بدن میخواد درست بشه، جریان خون میره به طرف شکممون که غذا رو هضم بکنه. اون وقت نمیرسه به مغزمون که تمیز کاری بشه. بنابراین کسایی که خوب میخوابن، کسایی که آب خوب میخورن، مخصوصا آب الکالاینی که همیشه صحبتشو میکنم، میخورن، استراحت میکنن، زیاد به خودشون استرس ندارن وقتی که میخوام بخوابن، متاسفانه تمام مسائل، مشکلات، مسائل بد، منفی، همه رو با خودشون میارن تو اتاق خواب، در حالی که نباید بیارن تو اتاق خواب. همه رو با خودشون میارن تو اتاق خواب، میخوام بخوابن، استرس رو دارن، بدن ریلکس نیست. حالا در مورد خواب یه جلسه باهاتون صحبت میکنم. یکی از دلایل کمخوابی ماها همینه.
یا بدخوابی ما همینه. به هر حال خواب بسیار عمیق و خوب بهترین کمکه برای پاکسازی مغز. اصلا احتیاج نیست که کاری هم بکنین. حالا اگر میخواین به مغزتون کمک کنین، اگر که یه مقداری از نظر حافظه حس میکنین ضعیفین، حس میکنین بعضی چیزا یادتون میره، حس میکنین نمیتونین مسائلی رو که نزدیک اتفاق افتاد، قدیما رو همه یادشونه، حتی اونایی که آلزایمرز خیلی بدی هم دارن، مسائل 30 سال 40 سال 50 سال پیششون، حتی اسم معلم سال اولشون کلاس اولشون یادشونه، ولی نهار چی خوردن، الان میخوان چی کار بکنن یادشون نیست، کجا باید برن نمیتونن. اگر مسائلی اینطوری دارین نظر مغزی، یه مقدار کند شدید، یا صبحایی که بلند میشین از خواب انرژی ندارین، یه ساعت بعد از خواب انرژیتون از بین میره، بهترین چیزی که برای مغزتون کمک میکنه این دوتا اسیتیل الکارنیتینه و پارادایز نکتر. این دوتا بسیار بسیار به مغزمون کمک میکنه و برای انرژی بدنمونم نیچر نکتره که این کپسولی که 100% سرتیفاید شده است و میخورید و انرژی میگیرین و تا 6 تا کپسول در روز میتونین بخورین، یعنی 2 تا صبح، 2 تا ظهر، 2 تا شب. 2 تا صبحتون اگر خوردین انرژی کافی دارین، دیگه احتیاج نیست 2 تای بعد از ظهرتون رو بخورین، ولی اگر هنوز حس میکنین انرژی بیشتری میخواین میتونین بخورین، هیچ چیز بدی نداره و اذیتی هم نمیکنه شما رو. پس این مسئله است. مسئله مهم دیگه ای که نباید شما دیر وقت شام بخورید، مسئله کار کردن کبدمونه. من هر وقت درباره کبد صحبت میشه این مسئله رو میگم. کبد کارش 3 تا شیفته، بسیار هم دانا و عاقله و سرپرست همه چی در بدن ماست، کنترل میکنه و فرمان میده به همه. 3 شیفت کار میکنه. یه شیفت از ساعت 12 تا 12 ظهر تا 8 شب. شما این ساعت رو از موقع غذا خوردنتونه، میتونید هر چی میخواین میل کنید، میتونید شام بخورین، نهار بخورین، میوه بخورین، هر چقدر میخواین غذا بخورین میتونین تو این تایم لیمیت بخورین، چون کبد گذاشته برای مغز، برای غذاتون. از ساعت 8 شب تا ساعت 4 صبح کبد خوابه، داره استراحت میکنه. این گذاشته ساعت 12 تا 8 و هرچی میخوایم بخوریم. اونجا کبد میگه من خوابم، موقع استراحتمه. درست مثل خودتون که وقتی که میخوابین اصلا دلتون نمیخواد کسی بیدارتون کنه، حالا بهترین غذای روزم اگر بهتون بدن باز هم دوست ندارید. کبدمونم همینه، اذیتش نکنید. از 8 شب تا 4 صبح، از 4 صبح تا 12 ظهر کبد داره پاکسازی میکنه، داره ریجوونیت میکنه، داره به همه دستور میده این غذا مال توه، اینو پاکسازی کنم، این به درد نمیخوره، اینو خوردی کثیفی‌ها رو بدم، چیزایی که باید بده به کیسه صفرا که بفرسته بیرون خارج کنه میده، به خون میده، به همه تمام چیزایی که رو میخوام میدم. پس سرش مشغوله. نه اینکه غذا نباید بخورید، از 4 صبح تا 12 ظهر میتونید غذا بخورید، ولی غذاهایی که میخورید باید غذای ساده باشه. مثلا میوه باشه، یه موز باشه، یه چیز کوچیک، آب بخورین، حالا چای میخواین بخورید، حالا اگر میخواین کافی بخورین، هر چیزی، یه چیز ساده. البته بیادم باشه که بهتون بگم تقلب همیشه در همه چیز میتونید بکنید، تقلب آزاد، ولی نه هر روز. یه موقعی مهمون دارید، یه موقعی دور هم هستید، یه موقعی برانچ به قول آمریکایی ها میخواین بخورین که حدود ظهر میشه با زمونم دیگه. یا همینطوری بعضی ها دوست دارن صبحانه رو نون داغ باشه، مثلا نون و پنیر و کره و مربا و نیمرو تو همه این چیزها رو بخور، ولی این که هر روز نیست. نه، این زمانش هر ماهی یه بار، 2 ماهی یه بار این تقلب رو میتونید بکنید، ولی روزانه ساعت 4 صبح تا 12 غذای سنگین نخورید. بعد 12 اون برانچتونه که میخواین بخورین، نوش جونتون.
اینم در مورد کارهایی که میخوایم بکنیم. مسئله بعدی که میخوام دربارش صحبت کنم باهاتون نقرسه. سالهای پیش، سالهای خیلی خیلی قدیم، نقرس بیماری پادشاهان، وزرا، آدمای بسیار بسیار ثروتمند بود. کسی که نقرس داشت یعنی خیلی پولدار بود. چرا؟ برای اینکه خیلی گوشت میخورد. خب کسایی که زیاد الان گوشت میخورن چون پورین داره، این پورین به صورت اسید یوریک میشه توی بدن ما و به صورت کریستال در میاد. حالا فقط این نیستا، کسایی که متاسفانه کسایی که نقرس دارن یا گاوت تقریبا چی نمیتونن بخورن، یعنی هر چیزی بخورن اذیت میشن. حالا براتون میگم. اینا به صورت پورینا به صورت کریستال جمع میشه، کوچولو به صورت اسید یوریک کوچولو میاد روی مفاصلمون. اولین جایی که میره شست پامونه، چون اون مفصل بسیار نازک و ظریفی داره دیگه، نه؟ حالا اگه خدایی نکرده یکی شست پاش بشکنه توی چیز که نشون بدن، اصلا انقدر حتی قوی ترین آدم ها انقدر این استخونا و غضروفات توی شست پا نازکه، فکر میکنین شست پای خودتون نیست، یه پرنده است، انقدر ظریف و نازکه. اول از اونجا درد از اونجا شروع میشه. حالا این در ضمن یک نوع آرتروزه، از خانواده آرتروزه، چون میره رو مفاصل. حالا البته ارثی هم هست، میتونه ارثی باشه. دلیلش 2 چیزه، یا بدنتون اسید یوریک بیش از اندازه ترشح میکنه، یعنی اینقدر که چیز میخورید، گوشت میخورید و چیزهای دیگه ای که اسید یوریک داره الان میگم میخورید، اونا رو بیش از اندازه میخورین. خب بدن نمیتونه، درست مثل قند، وقتی که شما شکر خیلی زیاد بخورین یا هر چیزی که تبدیل به شکر در بدن ما میشه زیاد بخورید، خب بیماری رو هم میگیرین. انسولین نمیتونه به اون اندازه ترشح بشه که اگه برای اینقدر قند ما اینقدر قند بخوریم، خب بقیه رو چیکار کنه؟ بنابراین به این صورت میشه. اسید یوریک رو نمیتونه، یعنی بیش از اندازه در بدن تولید میشه. یا اینکه کلیه درست کار نمیکنه، کلیه درست خارج نمیکنه مواد زائد از بدن. بنابراین بازم ما نقرس رو میگیریم، یعنی اسید یوریک ما بالاست. اسید یوریک حمله میکنه، یعنی همیشه کسی که اسید یوریکش بالاست یا بیماری گاوتو داره، همیشه این مفاصل درد نمیکنه، یهو میزنه، درد بسیار بسیار شدیده، تورم به وجود میاره، قرمزی به وجود میاره و اگر این ممتد باشه، هر روز تکرار بشه این حمله، یعنی اینقدر بد باشه، میتونه به بافت‌ها یا تیشوها و غضروفاتون صدمه خیلی زیادی برسونه. البته آدمو نمیکشه دیگه مگر اینکه خیلی بد باشه، ولی درد زیاده. علاجی نداره که شما بگین خب این قرص رو بخوره خوب میشه. به اون صورت علاج نداره. علاجش 100% دست خودتونه، درست مثل بیماری قند. علاجش دست خودتونه، یعنی غذاهایی که تبدیل به اسید یوریک میشه تو بدنتون رو نباید بخورین. در ضمن گفتن که 818 شماره 818 بازه، اگر خواستید میتونید تماس بگیرید مستقیم. اول گوشت قرمزه. دلیل بر این نیست که گوشت سفید خوب باشه، گوشت سفید هم هست. اکثر غلات برای شما خوب نیست. سیگار کشیدن، مشروب و مخصوصاً شراب براتون خوب نیست. بلافاصله این دردا شروع میشه. غذاهای جانک فود براتون خوب نیست. یعنی هر چیزی رو که بگیم من باید این جانک فود رو بگم. غذاهای آماده بیرون خوب نیست براتون. دیگه غذاهای دریایی، انچوویز، ساردین، بعد شریمپ براتون خوب نیست.
اینا چیزایی. حالا چیزایی براتون خوبه؟ شکر براتون خوب نیست. حالا چه چیزایی خوبه؟ خندتون میگیره. کربوهیدرات براتون خوبه، یعنی برنج میتونین بخورین، نون میتونین بخورین. من این دستم میخوره به این بلنگو. نون میتونید بخورید به یه اندازه‌ای که خب امیدوارم که کسی که گاوت داره بیماری قند نداشته باشه، وقت اونم نمیتونه بخوره. عدس رو یه مقدار خیلی خیلی کم میتونید بخورید. ارگانای داخل بدن رو اصلا نمیتونید بخورید. آب خیلی زیاد بخورید. لابستر نمیتونید بخورید. تونا نمیتونید بخورید. من چی بگم بهتون؟ قارچ نمیتونید بخورید. مارچوبه نمیتونید. ببینید خیلی از سبزی ها هم اسید یوریک دارن. خیلی جالبه که نمیتونید اینا رو بخورید. اسفناج نمیتونید بخورید. گل کلم نمیتونید بخورید. یعنی اونایی که میتونید بخورید، لبنیات نمیتونید بخورید. اونایی که میتونید بخورید تعدادش خیلی کمه. پس اونایی که میخورید رو من هی بگم براتون آماده تره و بهتر میشه. حالا چه چیزهایی که من میتونم براتون برای اسید یوریک بفرستم؟ اینا رو گذاشتم اینجا. اوکان اولین چیزه که بهتون رکمند میکنم. چرا؟ چون اوکان میاد تورم رو تو بدنتون به وجود میاره، از بین میبره. از بین میبره. تورم عامل تمام دردها و ناراحتیاتونه. پس اگر شما اوکان بخورید تورم از بین میره. خب ما الان گفتیم که نقرس تورم، این دور مفاصلتون تورم ایجاد میشه، دور شست پاتون تورم و درد شدید میشه. مشروب نمیتونید بخورید. ویسکی نمیتونید بخورید. اوکان اولین و مهمترین چیزیه که به از بین رفتن تورمتون کمک میکنه. انتای اینفلاماتوریه. بسیار بسیار چیز خوبیه. کلسیم مگنزیوم چیزیه که مخصوصا مگنزیوم تو، چون این 2 برابر کلسیم مگنزیوم داره. مگنزیوم برای نقرس عالیه. حتی اگر کرم مگنزیوم داشته باشین بزنین روی دردتون وقتی که حمله بهتون وارد میشه، این بهتون کمک میکنه، به دردتون کمک میکنه، یعنی از بین رفتن دردتون. وقتی که میگم آنزیم بسیار کمک میکنه. چرا؟ چون به معدتون کمک میکنه و به اعصابتون این آنزیم کمک میکنه و آرومتون میکنه. تمیزی های داخل بدن، دیگه تمیزی داخل بدن 5-6 تاست، دونه دونه. وقتی بدن تمیز میشه همینطور دور مفاصلتون تمیز میشه، سلول هاتون تمیز میشه، سلول کارشو بهتر میتونه انجام بده. تمیزی هاست. به اضافه اپسون سالت. شما اگر که بط میگیرین میرین توی تاب توی وان، وقتی که میرید اپسون سالت بریزین. برای خیلی چیزا خوبه اپسون سالت، مخصوصا برای گاوتتون هم خوبه. کار دیگه ای که میتونین بکنین، پودر زغال رو دیدین هست همه جا دارن، یا اگه ندارین خودتون زغالتون رو پودر بکنین. این زغال رو که سیاهه پودر، اینو به صورت خاکستر درست میکنین. زغال آتیش نداده ها، خاکسترش نه، خود اون سیاهیه. یه خورده آب میریزین توش وقتی که حمله بهتون دست داد. اینو نرمش میکنین و میذارین روی اون جایی که درد میکنه. مثلا اگه انگشت پای، مچ دست گاهی اوقات هست، آرنج دست گاهی اوقات هست، بستگی داره به هر کدومتون. بذارید اونجا قشنگ بمونه، سیاه اشکال نداره، بذارید یه مدت بمونه، بسیار خوب میکنه. تو میوه ها چیزی که هنوز پیدا نکردن، دلیلش رو پیدا نکردن، ولی بالای 40% مؤثره برای از بین بردن درد، گیلاسه. کسایی که با من کار میکنن، البته تمام محصولات همیشه میگیرن دارن، تمیزی ها که سال یه باره فقط، ولی بقیه ها را همیشه میتونن استفاده کنن. میگن وقتی که فصل گیلاس میشه میتونن یه مقدار زیاد گیلاس رو بخرن، بذارن تو فریزر نگه دارن، حالا تا 7-8 ماه.
حد اکثر میخورن دیگه، همشو تموم میکنن. و گیلاس آتیش روی زخم بی نهایت خوبه، بی نهایت. یا حداقل این وسط ها که میخورین روزی 2-3 تا دونه گیلاس بخورین، 4 تا دونه گیلاس بخورین، این زمان درد رو به عقب میبره براتون. یعنی اگه قراره هفته دیگه این حمله شروع بشه، حمله میشه 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، حمله رو به عقب میندازه. پس گیلاس رو میتونید روزی 3-4 تا دونه، نه اینکه روزی 1 کیلو گیلاس، نه، چند تا دونه، بیشتر از انگشتای دستتون نشه، اونو میل کنید. موزه، به چه دلیل موز خوبه؟ به خاطر اینکه پتاسیم داره، پتاسیم بالا داره و باعث میشه که رو گاوت اثر بذاره، کمک میکنه بهش. بعد من فکر میکنم آبجو هم گفتم که براتون خوب نیستش. تخم مرغ براتون خوبه. خیلی جالبه که با اینکه خیلی ها میان میگن که تخم مرغ بده و تخم مرغ نخورید و بعضی ها میگن هر دفعه بهتون که فقط سفیده تخم مرغ رو بخورید، من میگم نه، مخصوصا زرده بسیار خوبه، چون همه چیز رو زرده داره. برای نقرس خوبه، کسی که نمیتونه گوشت بخوره، پروتئین بگیره، مرغ بخوره، اکثر غذاهای دریایی رو نمیتونه بخوره، خب تخم مرغ میتونه بخوره، تخم مرغ بخوره. تخم مرغ، من تخم مرغ اینجا رو نیاوردم، میدونین که تخم مرغ چیه. خیلی جالبه، من تخم مرغا رو از یه فارمرز مارکتی هست که تخم مرغای ارگانیک میاره، آنتی بیوتیک و اینا هم نمیده، به امیدواری هم که نده، بعد صف جلوشه. تخم مرغاش زردش هم زرد نیست، نارنجی پررنگه، مزه‌ش هم فرق میکنه وقتی نیمرو میکنی یا هر جوری میخورید. اونجا من یادمه، تا جایی که من یادمه و فکر میکنم درست باشه، ما که بچه بودیم تخم اردک آبی بود، غیر از اینه تخم اردک آبی بود. اینجا تخم مرغای آبی دیدم، تخم آبی دیدم، مرغ نیست. گفتم اینا آبیه مال اردک؟ گفتن نه، یه عکسایی داشتن اون بالا، یه مرغایی بود که پاشون هم پر زیاد داشت و خیلی هم خوشگل بودن. گفتن اینا تخمشون آبیه. گفتم شاید مال آمریکا فرق میکنه، ما اردکامون تخمشون آبی بود، ولی خب اونا خیلی جالبه، اونا سفیده بسیار رقیقی دارن و زرده خب بزرگتری، اصلا در کل بزرگترن، ولی سفیده بسیار رقیقی، مثل تخم مرغ نیست. اون آبیایی که گفتم حالا ما میگیم اردک، اونا میگن اون تخمای مخصوص. به هر حال تخم مرغ براتون خوبه، میل کنید. کسایی که گاوت دارن بهشون کمک خیلی زیادی میکنه. این از گاوت که براتون گفتم دیگه. حالا مسئله دیگه راجع به ییست اینفکشنه. ییست اینفکشن اکثرا به صورت قارچ هم میشه، ولی ییست اینفکشن خب قارچه دیگه، خودش قارچه، فانگسه. و اگر در قسمت پرایوت خانوم ها بعضیا این حالت رو میگیرن باشه و بعضی هم این ییست اینفکشن یا این فانگس ها رو زبون خیلی ها دیدم که به صورت برفک میشه، اون قارچه برفک میشه. اونو باید حتما حتما کلینزینگ رو بکنید، حتما باید کلینزینگ رو بکنید. اگه زبونتون برفک میزنه یعنی دیگه خیلی فانگس دارین، یا اگه ییست اینفکشن پرایوت پارتتون رو دارین. یکی از کارهای مهمی که میتونین بکنید بروئر ییست مخمر آبجوه، اسم فارسیش. میتونید از فروشگاه هلت فود استور برید، هول فود هم برید، اروان هم برید، دارن، برید اونجا بهشون بگین چیز میخواین، بروئر ییست میخواین، به صورت پودر دارن اکثرا، اونو بگیرید میل کنید. ییست اینفکشنتون رو خیلی روش اثر میذاره، تمیزی داخل بدنه، آب الکالاینه، اینا همش کمک میکنه.
یست اینفکشنتون از بین ببره. یه کار دیگه ای هم که میتونید بکنید تا اگر اولین روزاش یست خارش دارید، اپسوم سالتو به اندازه یه قاشق مربا خوری، یه کوچولو بیشتر از قاشق مربا خوری بریزید توی لیوان آب، خیلی بدمزه است، همش بزنید ببرید تو اتاق خوابتون. قبل از خواب 2 شب این کارو بکنید، اثر بسیار خوبی میذاره روی یست اینفکشنتون و اینا رو از بین میبره. یادتون باشه ماست خوردن ماست بسیار خوبه. آلیو لیف و نیچر نکتر خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. شما هر چقدر بیشتر به طرف مواد غذایی سالم برید، هرچی بیشتر طبیعی تر بخورید و هرچی بیشتر به خودتون برسید و هرچی زودتر از نظر زمانی. یعنی من اگر 75 سالم شد، 80م شد، 80 سالم شد که انشالله همتون خیلی بیشتر از اون عمر میکنید، شروع کنم به غذای سالم خوردن، خوب هست. ولی اگر 60 سالتونه، اگه 50 سالتونه، اگه 40 سالتونه شروع بکنید، 35 سالتونه شروع کنید، نه اینکه بیشتر عمر میکنید، اون اونقدری که باید همه عمر میکنن. زمانی که به دنیا میاییم نه، و زمانی که از بین میریم دست خودمون نیست به هیچ وجه، مگر اینکه خودمون بخوایم خودمون رو بکشیم. و الا این 2 تا زمان، از آن زمانی که به دنیا میاییم که هیچ نامه‌ای هم برای کسی ننوشتیم، ما رو به دنیا میارن، ولی زمانی هم که میخوایم بریم مشخصه که میریم. حالا میخواین این وسط دست خودتونه، کنترلش کاملا دست خودتونه. میتونید این زمان رو بدون قرص، مشت قرص های شیمیایی، بدون درد، با آرامش بگذرونید یا برعکس، دست خودتونه. ما به هر حال باید یه چیزایی بخوریم، یا اینا میتونه مواد شیمیایی خطرناک باشه، یا اینا میتونه بیسش چیزای گیاهی باشه، میوه باشه، سبزیجات باشه، غذای سالم باشه، غذایی که خودتون درست میکنین باشه. بیسشو بگیرید و خونه درست کنید. این وسط دست خودتونه، یادتون باشه. اگر پس زنگ میزنین درد دارین، یه تقلبایی که گفتم بیش از حد بود، آدم خیلی متقلبی شدین، یعنی هر روز و هر ساعت دارین تقلب میکنین. بنابراین به خودتون برسین و سالم زندگی کنید. مسئله دیگه این سس ها رو هم خواهش میکنم بذارید کنار. از سس من با سس بسیار بسیار مخالفم. بعضی جاها میرید میبینید که سر سفره برای سالاد چند تا سس مخصوص گذاشتن. همه اینا، تمام اینا دشمن کبدتون، دشمن قلبتون، دشمن سلامتیتونه. خیلی خوشمزه است، هر چیزی که خیلی خوشمزه است یادتون باشه که سالم نیست. این هست. شیرینی هم خیلی خوبه، شیرین خامه‌ای خوشمزه است، باقلوا خیلی خوشمزه است، کیکای خامه‌ای زیبا که چاکلت هم روش بسته و ژله و اینا خیلی خوشمزه است، ولی عواقبش میدونید که چیه. بنابراین تا میتونید از این مواد مخدر سفید، مخصوصا که شکر آرد سفیده، برنج سفیده، گلوتن، از این ناب بزنید، یه خورده بیایید کنار، یه خورده این مواد مخدر سفید رو استفاده نکنید. حالا از نقرس بگذاریم. همه اینا رو من همه رو گفتم. مگنزیوم بسیار بسیار برای نقرس خوبه. میایم درباره کلیه و مثانه صحبت میکنیم. ببینید اینا نیست که نزدیک همن. ما اگه ناراحتی کلیه داشته باشیم بعضی ها فکر میکنیم مثانه‌مونه، اصلا اینطوری نیست. وقتی که کلیتون ناراحته، کمرتون و پهلوهاتون، یعنی این پشت کمر که این کلیه کجاست؟ این بالاست، اینجا دو طرف و پهلوهاتون درد میگیره، این مال کلیه است، ربطی به مثانه نداره. برید دکتر ببینید چی شده و کمک میکنه. مثانه و ادرار فرق میکنه، یه چند تا چیز به خصوص داره.
اولا ادرار هیچ وقت عفونت نمیگیره، یادتون باشه ادرار مملو و از مواد املاح معدنیه، هیچ چیز بدی نداره و میکروب هم اصلا نداره اصلا. بنابراین عفونت کسی که داره از ادرارش نیست. ادرار عفونت نداره. هیچ وقت این کلمه رو به زبون نیارین که ادرارم عفونی شده. نه، مثانه‌تون عفونی میشه. جداره مثانه عفونت میگیره. یورین ترک اینفکشن مال جدار مثانه است. تورم مثانه دارید، تکرار ادرار دارید. تکرار ادرار، اول بگیم تکرار ادرار خیلی از خانوما میگیرن که اون به خاطر زایمان زیاده، زایمان بده، چاقی، ناراحتی های هورمونی، بایقاد از زایمان که بد و مخصوصا زایمان های طبیعی بد که داشته باشن، مثانه میاد پایین فشار میاره و تکرار ادرار و ادرار کاملا خالی نمیشه. کسی که میره دستشویی تمام ادرار خالی نمیشه، ریز میاد. ولی آقایون اگه آنتیبیوتیک هم بعضی از آنتیبیوتیک هم این کارو میکنه. در مورد ییست اینفکشن هم که گفتم آنتیبیوتیک خیلی ها یعنی درصد بالایی کسایی که خانوم ها مخصوصا آنتیبیوتیک میخورن ییست اینفکشن میگیرن. یکی از ساید افکت های آنتیبیوتیکه که ما بلافاصله تمیزی داخل بدن رو میکنیم. حالا در مورد ادرار هم همینطور. در مورد آقایون تکرار، وقتی که تکرر ادرار دارید آقایون، در شب حتما شما باید برید پروستاتتون رو چک کنید، چون پروستات بغل مثانه است در مورد آقایون و اگه متورم بشه به مثانه فشار میاره و آقایون تون مجبورن که برن دستشویی. حتما برید و پروستاتتون رو چک کنید. حتما آقایونی که شب به قول معروف شبها تکرر ادرارشون بیشتره. بعد آقایون میتونید شما پالمیتو بخورید، بسیار خوبه. بعد اووا اورسیب هم برای خانوما هم برای آقایون خوبه. آب زیاد. اون مدتی که شما تکرار ادرار دارین، الان در مورد التهاب مثانه هم که گفتم مثانه ملتهب میشه، اون هم باعث میشه که ادرارتون یعنی کم بیاد و یکی از دلایلش اینه که حتما خانم و آقایون حتما بعد از سکس باید برید خودتون رو بشورین. این یک کار مهم و واجبیه که هر خانم و آقایی باید انجام بده برای سلامتیش. ناراحتی های مثانه و خیلی چیزای دیگه از بین احتمال گرفتنش بسیار کمتر میشه در مقابل شما. این کار رو حتما انجام بدید. ریشه گزنه رو چاییشو بگیرید بخورید، بسیار خوبه برای آقایون، برای پروستاتشون بسیار خوبه. من یه زمانی ریشه گزنه رو چاییشو داشتم میدادم به شما دوستان که میخواستین، برای کسایی که ناراحتی پروستات داشتن ریشه گزنه میدادم که چیز کنن. حاملگی ها در مورد خانم ها باعث میشه که تکرار ادرار به وجود بیاد، مخصوصا زمان آخر حاملگی که نرماله، چون فشار میاره شکم به مثانه و این کار میکنن. ولی چاقی دیگه آدم باید لاغر شه اگر هست. ولی هر زمانی که ادرارتون تیره بود یا خون تو ادرارتون بود یا اگر تکرر ادرار یا درد زیر شکم دارین، حتما باید به دکتر مراجعه کنین، چون یه چیز جدی تری در پیش هست. بعد کسایی که التهاب مثانه دارن و تکرر ادرار و اینا
باید از خوردن مشروب حداقل اون زمانی که این ناراحتی هست جلوگیری کنم. یه چیز دیگه ای که برای ناراحتی مثانه خوبه ریشه بلاله. تو سالهای اخیر من ندیدم بلال ارگانیک. بلال ها 99% GMO شده. 99% واقعا میگم. البته من خودم بلال هیچ وقت دوست نداشتم. کنار دریام خب خونمون بود، همه این صف میبستن که این بلالی ها رو که بو میدن بخورم. من هیچ وقت اونجا نمیرفتم بخورم. همه میخوردن، من نمیخوردم. در کل نمیدونم چرا دوست ندارم. شاید برای اینکه میرفت لای دندونام اذیتم میکرد. ولی به هر حال بلال نخورید مگر اینکه مطمئن باشید اون بلال ارگانیکه. بلال ارگانیک ببینید یکی از فروشگاه ها یه طرف ما خب بلال می آورد موقعی که فصل بلال بود باکسای بزرگ پر بلال. یه روز من اونجا بودم، اینو به چشم شاهدم، یه دونه جعبه بزرگ از قد منم بزرگتر 10 تای من میره تو اون جعبه، یه بلال رو خالی کردن اونجا ولی نوشته بود که ارگانیک. ببینید این ظرف، این گونیه، حالا هر چی که بود داشت میریخت. این گونی که تموم شد بلالای اون تو هم تموم شد. یعنی خریدن و بردن. یعنی الان همه میدونن که بلالایی که توی بیرون هست همشون GMO هستن. تمامشون رو با تسریق و مزریق و اینا درست کردن. نخورید. مخصوصا دیگه حالا بیاین برین فروزنشو بگیرین که آماده باشه یا کنشو بخواین باز کنین، خواهش میکنم این کارا رو نکنین. این یکی از خطرناکترین کاراست در مورد بلال. ولی ریشه بلال، ریشه بلال، خب کورن سیلک بهش میگن، میگیم ریشه بلال، ریش داشت چیزای قهوه ایشون درست مثل واقعا هم گفتن کورن سیلک، این سیلک هم میمونه، این ابریشم میمونه. اگه اونا رو خوب پیداش کردین، من خودم همیشه ریشه بلال رو تو خونه داشتم، تو چای میریختم. برای من چایایی که درست میکنم عجب غریبه، خیلی چیزا توشه ولی میریختم. ولی الان اون کمپانی که من گیاهامو سفارش میدن ندارن. میگم برای اینکه ما چون همشون سرتیفاید ارگانیک چیزاشونه، میگم ما نمیتونیم کورن سیلک رو به صورت ارگانیک به دست بیاریم که بیایم بفروشیمشون. پس من هیچ وقت ندارن. الان خیلی ساله، یه 7-8 سالی هست که من نمیتونم کورن سیلک ارگانیک اصلا ندارن، چون اینو فقط ارگانیک دارن. بعد هل خوبه براتون، کسایی که تکرار ادرار دارن. بعد کار دیگه ای که میکنید از سرپا وایسادن جلوگیری کنید. اونه که خیلی سرپا وای میسن، کارشون طوری که همیشه باید سرپا باشن، یه مقدار بشینید. حالا درست مثل این که هیچ چیزش زیاده از حد خوب نیست. من اگه زیاد سرپا وایسم ناراحتی های زیاد پیش میاد، واریس میگیرم، زانوم درد میگیره، کمرم درد میگیره، شونم درد میگیره. ناراحتی کلیه هم هست. کلیه دفع وقتی که نکنه میره تو پا و اینا جمع میشه، پا ورم میکنه. همینطور خب زیاد نشستنم نیست. بعضی عادت دارن کارشون با کامپیوتر از صبح تا غروب پشت دستگاه کامپیوتر نشستن، گردن درد میگیرن، شونه درد میگیرن، مچ دستشون درد میگیره، انگشتاشون درد میگیره. کسایی که با کامپیوتر زیاد کار میکنن، اتاق فرمان ما بعضیاشون همینطورین و من که هر وقت میبینم پشت کامپیوترن و دارن نگاه میکنن، چشمشون بماند، شونه هاشون، انگشتاشون، مچ دستشون، کارپول تانال میاد بعد یه مدت. خدایی نکرده اینا همیشه باید مواظب باشید. بنابراین اولین چیزی رو که پس آلفا خوبه، کلسیم بسیار بالایی هم داره آلفا. خودتون جوونه ها رو توی خونه درست کنید، دانه و سیت هاشو آلفا میتونید بخرید، بسیار کلسیم بالایی داره و مفیده براتون. بخرید، جوونه‌شو درست کنید همونطوری که
اگه اون دستگاه های کوچیکشو ندارین، لایف شله که من چندین بار توی برنامه هام گفتم که تو خونه این کارو میکنه. قشنگ هر نوع سیدی دارین میذارید و درشو میذارین، آب پاشی میکنه، بعد 4 روز بلند شد. جوانه انقدی داره. مخصوصا من برای عید این کارو میکنم. سریع گندم میده، یه دونه به قول ما ایرونی قسمت کچل نیست، قشنگ قد بلند و خوب. این جوونه ها رو برای خودتون درست کنید. جوونه آلفالفا رو درست کنید، به جایی که بیرون بخرید اینقدرشو مثلا $2-3 میدن اگه ارگانیک باشه، ولی خودتون درست میکنین، سیدزشو میخرین، اون سیدز رو 8 ماه میتونین باهاش جوونه بیارید. همینطور جوونه های مختلف. اگه در مورد جوونه ها بیشتر میخواین که بهترین جوونه ها چیه، بیشترین چیزها رو برای ما میده، مفیدترین چیزه، با من تماس بگیریم براتون میگم. آب برای کلیه بهتر از همه چیزه. آب مخصوصا اگر این آب الکلاین باشه خیلی برای کلیتون مفیده. تمیزی بدنتون بسیار بسیار مفیده. ماست مفیده، آنتیبیوتیک داره، مخصوصا اگه کفیر درست کنید. من هر دفعه راجع به کفیر صحبت میکنم چون اینقدر که کارهای مختلفی تو بدن میکنه و به سلامتیتون کمک میکنه. کفیر. نیچر نکتر بهتون کمک میکنه بسیار زیاد. آلیو لیف کمک میکنه و چون میکروب‌ها و ویروس‌ها رو میکشه. بهترین چیز که کاریه که میتونین بکنین و ریشه، برگ، ساقه، هر چیز جعفریه. این جعفری و جینجر و جعفری بهترین دوستای کلیه هستن. البته تراب سیاه هم هست، اون تراب سیاه هم هست، ولی جینجر و جعفری بهترین. جینجر رو اگه نمیتونید همینطوری بخورین، میتونید خورد کنین تو کپسول بذارید، میتونید توی چایتون بریزین، خورد کنین بندازین تو چای، یا پودرش رو به صورت تو از این بگا بذارین تو چایتون بخورین. جعفری ریشه‌شو، ساقه‌شو، برگشو، همه چیشو خورد کنین، چای درست کنین بخورین. بسیار برای کلیتون خوبه، بسیار خوبه. ولی شما کمتر ممکنه به این مسئله توجه کنید. و دوستایی که تخم اسپرزم خوبه، دوستایی که زنگ زدن، ببینید من وقتی که برنامه‌ام تموم میشه 10 دقیقه به 5 برنامه‌ام تموم میشه و چند نفر اون موقع زنگ میزنن، یا خودشون حتی بعضیا با آقای مهندس شجره زنگ میزنن. من اون موقع، شما اگه 10 و 40 دقیقه زنگ بزنین، 45 دقیقه زنگ بزنین، الان 43 دقیقه است، 50 دقیقه تموم میشه برنامه من نمیتونم به شما جواب بدم. و سوالایی که میکنید مطمئنم که برای همه خوبه، فقط سوال فردی نیست. من ناراحتی داشته باشم این جوابشو بخوام بگیرم و همه بشنون، خیلی بهشون کمک میکنه. و جزو تمیزی‌های داخل بدن که من براتون اون کاغذشو که میفرستم، اوردرها رو میفرستم، یکی از تمیزی‌ها تمیزی کلیه است. درسته؟ تمیزی کلیه رو خودتون انجام میدین. تمیزی کلیه رو خودتون انجام میدین. به چه صورته که شما یه 24 ساعت دستگاه گوارش رو میفرستین مرخصی، هیچ چیز جویدنی نمیخورین. من چندین بارم گفتم، یک بار انقدر میگم که همتون کامل بلد باشین. به جایی که قرص به همه تعارف کنید توی مهمونی‌ها، تمیزی کلیه رو بتونین بگید. و اون روز فقط جوس هم نه. میدونید که من اصلا با جوس میانه خوبی ندارم به هیچ وجه. جوس یکی از اشتباهاییه که ما انجام میدیم به صورت معمول. جوس آب شکره. شما اگر میخواین میوه‌ای رو بخورید باید بلندش بکنید، یعنی قسمت‌های خوب میوه رو که شما میندازین دور، اون قسمت‌های خوب و فایبرش رو باید بخورید. من نمی‌فهم چرا شما آب میوه میخورید. بلند میوه بخورید، بلند. پس اون روز از صبح که بلند میشین، هیچ چیز جویدنی نیست. یه لیوان چای گیاهی
کافئین نمیخورید. اونایی که معتاد به قهوه هستن میتونن یه قهوه خیلی ملایم بخورن، ولی یه لیوان آب میخورین، یه لیوان چای گیاهی میخورین، یه لیوان سبزیجات رو بلند میکنید میخورین، بلند میکنین. حالا تو سبزیتون میتونین یه دونه سیب و خیار رو مثلا کرفس هم بندازین، چغندر هم بندازین، خیلی خوبه. اینو یه لیوان سبزیجات میخورین، 2 مرتبه یه لیوان پرتقال و نارنگی و گریپفروت و اینا رو میندازین، بلند میکنین میخورید. بعد 2 مرتبه یه لیوان چای میخورین، آب میخورین. بعد دوباره یه بریا رو مثلا بلند میکنید میخورید. تمام اینا یعنی هیچ چیز جویدنی نیست تا شب. باور کنید نه گشنتون میشه. من خیلی اینو انجام میدم، اصلا گشنتون نمیشه. و در ضمن روزه نیست که شما هیچی نخورین، شما تمام مینرال، ویتامین، آب، همه چیز دارین به بدنتون میدین. بیشتر از روزای معمولی، سالمتر و بیشتر از روزای معمولی نوتریشن دارین به بدنتون میدین. یادتون باشه. ممکنه هوس کنین گشنتون بشه. خب بله، بوی خورش قرمه سبزی رو بشنوین، بوی قیمه رو بشنوین، هوس بکنین بخورین، اون هوسه، نه اینکه گشنتون شده. ما گشنمونم نیست، این چیزها رو هوس میکنیم که بخوریم. برای شب در یخچال رو باز میکنین، هر سبزی که دارین، کرفس، کلم، گل کلم، چغندر، هویج، هر چیزی که دارید خورد میکنین، میریزین. عدس هم میتونین بریزین، میریزین توی ظرف، آروم آروم بجوشه بجوشه بجوشه، انقدر بجوشه که این به صورت آش چرس کنم خیلی خیلی غلیظ در بیاد. بعد اینو از صافی رد میکنم، چون نرم شده دیگه، این بیچاره انقدر پخته قشنگ نرم شده. اینو بلند میکنید و از صافی رد میکنید. میتونین بلندش کنین و از صافی رد کنین و اینو یه خورده درست مثل اسموتی که میخورید، حتی رقیق‌تر از اسموتی هم میشه. اونو شب بخورید. بله میتونین بهش نمک، فلفل، آب لیمو، هر چیزی خواستین بزنید، نه اینکه یه چیز بد نزه بخورید. اونم باز همه چی رو داره و کلیتون بسیار تمیز میشه. چیز دیگه ای که میخورین، گفتم مخمر آبجو. آبجو رو خب خیلی ها مشروب نمیخورین، الکل نمیخورین، میفهمم یا اصلا مخالفشین یا اصلا براتون خوب نیست، حالا هرچی، ولی آبجوهایی دارن که به صورت که اصلا هیچ گونه الکل نداره توش، پر ویتامین بیه و بهترینه برای کلیتون. اگر که برای مثانه‌تون فوق العاده خوبه، هم برای کلیه هم برای مثانه عالیه. مخمر آبجو رو و آبجوی بدون الکل بخورید. حالا اونایی که میخوان سنگ کلیه از بدنشون بره میتونن اینو یه روز بی نهایت زیاد بخورن همراه چیزای دیگه. سنگ کلیه مطمئن باشین که دفع میشه آروم آروم. چای مخصوص درست کنین، چایی که با کورن سیلک باشه، با هل توش داشته باشه، جعفری خیلی زیاد داشته باشه، جینجر داشته باشه، بعد فلکسید داشته باشه، پودرش مثلا اگه میخواین باشه، اویل نباشه، بعد لیکریش روش ریشه شیرین بیان باشه، حتما کمومیل باشه. اینا رو بخورید. همون یه روزی که میخواین کلیتون رو تمیز کنید یه لیوان بزرگ از این چای بخورید. مثلا همه چی رو دارین میخورید. و اگر سوال دیگه ای داشتین در مورد کلیتون ناراحته به من بگین، ولی چیزی که مسلمه شما اون زمانی که کلیتون یا مثانه‌تون ناراحتی داره اصلا به طرف مواد مخدر که هیچ وقت نباید بریم، منظورم الکل و سیگار و کافئینه، به هیچ وجه به اون طرف نرین. آب پرتقال براتون خوب نیست چون یه حالت اسیدی داره، ولی خب بلندش بکنین بد نیست، به هیچ وجه بد نیست. بعد یه چیز دیگه ای که UTI رو من وقت دارم 2 دقیقه. بله، یه چیز دیگه ای که UTI رو زیاد میکنه، ما وقتی که
ما فکر میکنیم هر کسی مسموم شد، مسمومیت یعنی حالت تهوع، اسهال و حالت تهوع، سردرد و سرگیجه و اینا یعنی مسمومیت. نه، همیشه مسمومیت این نیست. درست مثل اینکه الرژی همیشه خارش دست و تورم و آبریزش بینی و چشم اینا نیست. ببینید حدود 6000 تا، نمیخوام اشتباه بگم، 2500 تا مرغداری رو توی آریزونا رفتن نگاه کردن، تحقیق کردن ببینن چطوره. 80% ایکول داشتن. خب و فکر کنین کسایی که چقدر این ایکول بالاست، چقدر این بیماری رو میگیرن، چقدر این ویروس رو میگیرن. شماهایی که مرغ میخورید خیلی باید بشوریدش. میره از بین میره با شستن، ولی خیلی باید بشوریدش و بذاریدم قشنگ بپزه و درست بشه، ولی شستن اولیش بی نهایت خوبه. کسایی که ایکولو میگیرن، در خانوم ها خیلی هاشون UTI میگیرن. این ناراحتی، این ایکول UTI میاره، یورین ترک اینفکشن میگیره، اینفکشن مثانه میگیرن و این میگن ما ایکول داریم پس چرا اینو گرفتیم؟ بله میاره. این مسمومیت ایکول UTI به جای حالت تهوع و این بسیار زیاده. ببینید از 2500 تا، این بار رو درست گفتم، از 2500 تا مرغداری در آریزونا وقتی 80%شون مسموم باشن، میکروب داشته باشن و 70%شون هم درجه بالایی از ایکول داشته باشن، شما فکر کنید چقدر ما بدن مایی که اینا رو میخوریم مستعده که ایکولو بگیریم و UTI بگیریم. خیلی از خانوما یادم رفته بود که بگم، برای خانوم ها بدترین چیز پوشیدن لباس زیر نایلون، جوراب شلواری برای مدت زیاد. بعضیا هر روز جوراب شلواری میپوشن، چون جوراب شلواری هم اکثرا نایلونه، بسیار بسیار مضره. آندرور نایلون بسیار مضره. اینا چیزاییه که چاکلت براتون خوب نیست، فلفل تند اون موقع براتون خوب نیست. اون زمانی که این ناراحتی رو دارید فقط بعدش نگفتم، بعد میتونین چایی بخورین، کافی بخورین، غذای تند بخورین. تازه غذای تند ما باهاش موافقیم، به هیچ وجه مخالفت نداریم، فقط اون زمان یه مقدار بدنتون حالت حساس داره. خب من کم کم به آخر برنامه نزدیک میشم. 1 دقیقه بله، من الان فقط میتونم که باتون خداحافظی کنم. شماره تلفن خصوصی خودم 415 450 5044. میتونید از طریق واتساپ یا تلفن معمولی با من تماس بگیرید و مسیج بذارید اگر من جواب ندادم، چون تلفن معمولی رو بعضیاشو من مخصوصا جواب نمیدم، چون انقدر تبلیغات و اسکم زیاده که سعی میکنیم اونایی که میشناسیم جواب بدیم. حتما مسیج بذارید، یا اگه نمیتونین تکس بدین، و توی واتساپ هم که قشنگ میتونین تکس بدین، چه صوتی چه نوشتنی، هر جوری که میخواین. پس 415 450 5044 شماره منه و یوتیوب من میترا هلت، خب اسم کمپانی میترا هلته، میترا هلت تیوی چنل. چه قشنگ. اینستاگرام رو نوشتن از این بعد اینستاگرامم خیلی فعال خواهد شد، چون دارن دوستان عزیز روش کار میکنن. میترا یه خط تیره پایین هلت روی تلویزیون هست، میتونین ببینین. میتونین خیلی از این برنامه ها رو تیکاشو توی اینستاگرام من میذارن، میتونید ببینید. فیسبوک من هست، برنامه که فردا تو فیسبوک دیگه همون میترا زکریایی این برنامه رو میبینید، و وبسایت من که به میترا هلت www.mitrahealth.com که روی صفحه هم همیشه هست، وبسایتم، ایمیل هم همیشه هست. برنامه من تموم شد. شما رو به دستای نازنین خداوند میسپارم.
خدا نگهدار.